به نام خدا. سلام. سال 1403 بالاخره تموم شد و سالی بود که به یاد ماندنی شد. شاید توی این 20 سال 40 سال گذشته یک سال بسیار ویژه‌ای بود که حداقل ما جوونا حتما این سال برامون خاص بود و به یادمون میمونه. سالی بسیار چگال و فشرده بود، یعنی وقایع پشت سر هم اتفاق میافتاد و به طور متوسط هر 2-3 هفته اتفاق مهم و اساسی تو کشور و تو جهان اتفاق میافتاد که اخبارش رو میخوندیم یا میدیدیم از نزدیک. اگر الان به شما بگم مثلا سال 90 چه اتفاقی افتاد، سال 91 چه اتفاقی افتاد، 92 93، اتفاق خاصی ذهنمون نمیاد برای اون سالا. حالا یک کسی ممکن تو زندگی شخصیش یه واقعی رخ داده باشه، مثلا ازدواج کرده باشه یا کسی فوت کرده باشه از نزدیکانش، یا مثلا کنکور قبول شده باشه، یادش بمونه اون سال. اما به صورت کلی این سالهای گذشته خیلی هاشون به یاد نمیمونن و اتفاق خاصی توش نبود، یا اگر بوده یکی دو تا بوده. وقتی میگیم سال 94 95 96 97، ولی وقتی میرسه 98 یه سالیه که تو خاطره ها هست. مثلا شروع کرونا، مثلا اون آشوبای بعد از گرون شدن بنزین، مثلا شهادت حاج قاسم و اتفاقایی که بعدش اتفاق افتاد. یعنی سالیه که توی یادها مونده، سال 98. و بعدش همینطور میایم جلوتر. اما سال 1403 سالی بود که از خیلی جهات به یاد ماندنی بود و از خیلی جهات سال بسیار فشرده و دنسی بود. پشت سر هم اتفاقات میافتاد و یه موقعی آدم عقب میموند از خوندن اخبارش یا خوندن تحلیل‌هاش. تو این ویدیو می‌خوایم یه بررسی کنیم اتفاقاتی که تو سال 1403 افتاد، تحلیل‌هایی که تو فضای مجازی درباره‌شون گفته شد و پخش شد، توی دهان‌های مردم چرخید تحلیل اتفاقات. یه بررسی کلی داشته باشیم و یه تحلیلی نسبتاً واقع بینانه به اتفاقات داشته باشیم. خب سال 1403 از همون شروعش، یعنی روز 13 به درش، با چالش شروع شد. روز 13 فروردین حمله شد به کنسولگری ایران در سوریه. بعدش عملیات وعده صادق، بعدش اون سقوط هلیکوپتر، شهادت رئیس جمهور، انتخابات خارج از برنامه‌ریزی، ترور شهید هنیه، حمله به لبنان، واقعه پیجرا، شهادت شهید نصرالله، گرونی دلار، این وسط دلار داشت گرون میشد، قطعی برق، اتفاقات توی اوکراین، روی کار اومدن ترامپ، نمیدونم شهادت شهید سموار، ترور بعضی از افراد مثل قضات تو کشور، سقوط معدن، سقوط سوریه. یعنی اتفاقات پشت سر هم بود که تو این ویدیو می‌خوایم کم کم بررسیشون کنیم و یه سری تحلیل هایی که دربارشون گفته شد رو بگیم و تحلیلی که به نظر دقیق‌تر و درست‌تر میاد هم بررسی کنیم. خب همون 13 فروردین حمله به کنسولگری ایران اتفاق افتاد تو سوریه. اسرائیل حمله کرد. خب این از چند جهت قابل بررسیه. یکی این که خب استیصال اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو نشون میداد که دیگه دست به حمله مستقیم به اماکن دیپلماتیک ایران زده. خب نشون میداد که دیگه واقعا همونطور که خودشون میگن، خود سرانشون میگفتن، این جنگ بقاست براشون. مسئله دیگه این بود که تلاشی بود که برای وارد کردن مستقیم ایران به جنگ انجام میشد. حالا اینکه آیا درست بوده تو اون بره ایران مداخله کنه یا نکنه رو ما کار نداریم، اما تلاش میکرد رژیم که پای ایران رو به این میدان باز کنه و ایران به صورت مستقیم ورود کنه، که حالا ورود کرد تو وعده صادق، دربارش بحث میکنیم. یه بخش دیگه ای از هدف این عملیات این بود که جناح‌های مخالف ایران و بخشی از مردم سوریه رو که تمایلات تکفیری دارن یا تمایلات غربگرایانه دارن و نسبت به ایران فاصله شون رو بیشتر کنه و مردم سوریه رو به نتیجه برسونه که قشر ضد ایرانی در سوریه رو، که وجود ایران در سوریه و کنشگری ایران در سوریه هزینه داره برای این کشور و برای مردم، باعث میشه که اسرائیل بیاد حریم هوایی سوریه رو نقض کنه و در دمشق به یک نقطه حمله کنه که اون نقطه چیه؟ خاک ایران محسوب میشه. بنابراین مردم از ایران دست بکشید و جناح‌های سیاسی ضد ایران در سوریه تقویت بشن تا مقدماتی برای اون اتفاقی که تو نیمه دوم سال افتاد و دمشق سقوط کرد و حکومت بشار اسد پایان پیدا کرد، اون زمینه سازی اتفاق بیفته. بس از این جهات میشه به موضوع نگاه کرد. خب تحلیلایی که گفته میشد ضعیف انگارانه، تحلیلای زیادی که کشور ضعیفه، ببینید ما چقدر ضعیف عمل کردیم که اومدن به ما حمله کردن، به خاک ما حمله کردن، ما هم نمیتونیم جواب بدیم، اسرائیل قدرتمند و از این حرف. خب 26 فروردین ماه عملیات وعده صادق یک اتفاق افتاد. ایران به صورت گسترده با موشک و پهپاد حمله کرد به اراضی اشغالی. از چند جهت باید بهش توجه بشه. اولا که دکترین دفاعی کشور تغییر کرد، یعنی ایران اعلام کرد به دنیا که از داخل خاک خودم هم حمله میکنم به کشوری که به من حمله کرده. صرفا اینجوری نیست که با گروه‌های به اصطلاح نیابتی که میگید اینها گروه‌های نیابتی منن، هشت شعبی تو عراق، حزب الله تو لبنان، از طریق اونها حمله میکنم. نه، لازم باشه خودم هم حمله میکنم. بزرگترین عملیات پهپادی جهان اتفاق افتاد از زمان
اختراع این وسیله، این پهباد، اولین بار بود که در این سطح و گستردگی از پهباد، یعنی پرنده هدایت پذیر بدون سرنشین استفاده میشد در این حجم زیاد، در این تعداد زیاد و در این فاصله که از ایران پهبادها حرکت کردن. خاطرتون هست مردم عراق فیلم میگرفتن که این پهبادها دارن میرن، مردم کردستان عراق، مردم اردن، مردم کرانه باختری، و نگاه میکردن و این پهبادها رو که پرواز میکردن تا به اراضی برسن. بس این یه استاندارد بود. بزرگترین عملیات ترکیبی موشکی کروز و بالستیک و پهباد بود که همچین در این گستردگی اتفاق نیفتاده بود. مطلب بسیار مهم این بود که ایران نشون داد که موشک، وقتی میگه من موشک بالستیک دارم یا موشک نقطه زن دارم، این پروپاگاندا نیست، این عملیات روانی رسانه‌ای نیست. من موشک دارم، شلیک میکنم و نقطه زن هم هست، میره و به هدف اصابت میکنه. خب اون هیمنی رژیم صهیونیستی شکسته شد، اون غروری که تو مردم منطقه ایجاد شد، اون خوشحالی و شعفی که تو مردم ایجاد شد. یادتون اون شبی که خب تا نزدیک صبح بیدار بودیم، هی اخبار و کلیپ‌ها رو نگاه می‌کردیم، اون تنظیمی که اتفاق افتاد از زمان شلیک پهباد، بعد شلیک موشک کروز، بعد شلیک موشک بالستیک که این سرعت‌ها با هم بخونه، خب برای اولین بار بود اتفاق می‌افتاد. صرفاً مانور نبود که توی یک کویر این کارو کنن و بسنجن، یک عملیات واقعی بود که تنظیم اینها به لحاظ نظامی و به لحاظ علمی بسیار مهم بود، که البته نمیگیم نقصایی نداشته، قطعا نقصایی داشته، نقص‌ها بررسی شده و باید بررسی بشه و پیگیری بشه، اما در کل یک عملیات بزرگ و بی سابقه ای بود که چشم دنیا رو خیره کرد. اما این وسط خود تحلیل هایی که گفته شد چی بود؟ تحلیل هایی که زردی که تو فضای مجازی بود، این که بله ایران زد، همه رو اسرائیل رهگیری کرد، رو هوا زد، یه دونه موشک نخورد به هدف، نمیدونم یه دونه اون بوستر موشک کنده شد افتاد رو سر یه نفر فلسطینی، فقط اون تنها کسی بود که کشته شد. همین الان توی ویکی‌پدیا هم بزنید، تو وعده صادق 1 بود یا 2 همینو می‌نویسه، میگه 1 نفر کشته شد، اونم به خاطر سقوط اون مخزن سوخت موشک رو سرش بود که اونم فلسطینی بود و نمیدونم کارگر بود و اینه. یعنی سعی کردن که عملیات رو تقلیل بدن، ضعیف نشونش بدن، بگن هیچ کارکردی نداشته. اما نکته‌ای که خیلی مهمه این هست، حتی اگر از این 200-300 تا موشک یکی هم اصابت کرده باشه، که کرده، خیلی بیشتر از یکی اصابت کرده، که دیگه اون چیزی که تو ویدیوها مشخصه، ویدیوهایی که خود ساکنین اراضی اشغالی گرفتن، بیش از یکی، بیش از 10 ها و درصد بسیار بالایی اصابت کرده. اما حتی اگه یکی هم خورده بود، همین بس که در امن ترین نقطه کره زمین که پیچیده ترین سیستم های پدافندی، سیستم های ماهواره‌ای، سیستم های موشکی اونجا فعال بود و یه سری از محافظت های جنبی هم اضافه شده بود، یعنی به غیر از اون سامانه ارو و سامانه گنبد آهنین و سامانه داوود و موارد دیگه‌ای که اونجا بود، به جز اون هم آمریکا F-35 شو به پرواز در آورده بود، اردن اومده بود مداخله کرده بود، انگلیس و ناتو قول مساعدت داده بودن و مساعدت کردن در رهگیری این موشک‌ها و پهپادها. یعنی یک ابرقدرت‌های نظامی دنیا دست به دست هم دادن که اون نقطه رو امن نگه دارن. خود اون مجموعه، خود اون رژیم هم هزینه‌های بسیار سنگین و هنگفتی داشته در این که این منطقه رو امن‌ترین نقطه کره زمین کنه به لحاظ موشکی و پدافندی و حملات بیرونی، تا مردمش که مردم ترسو و مردم بدون هویت و مردم بدون ملیتی هستن، چون غصب کردن اون سرزمین رو، نترسن، فرار نکنن، در نرن که برن کشورهای خودشون، برن توی اروپای شرقی و جاهای دیگه مستقر بشن. تمام تلاش رژیم از زمان تأسیسش، از زمان بنگوریون و دکترین بنگوریون این بوده که این مجموعه رو امن نگه داره تا اون ملیت شکل بگیره. وقتی شما یه موشک هم، یک پهپاد هم بزنی و بخوره به هدف، مثل اون پهپادی که یمن شلیک کرد و به هدفش خورد توی تل‌آویو، همین اون هیمنه رو میشکنه و اون دکترین و اون بیس امنیتی اسرائیل رو خدشه‌دار میکنه و همین باعث میشه که دیگه مردمشون حس امنیت رو نداشته باشن. تاکید میکنم بیش از 1 و 10 تا 20 تا خوردها، ولی حتی اگر یکی هم میخورد این استاندارد رو میگذاشت که گذاشت. ولی خب تحلیل‌ها دیدید مفصلا، هم رسانه‌های بین المللی و برون مرزی، هم یه سری تحلیلگرای داخلی، هم یه سری مردم عادی، همین تحلیل‌های داخل تاکسی و داخل مهمونی‌های خانوادگی بعضن میگفتن که نه نخورد و این نمیدونم عملیات شکست خورد و این هزینه‌ای که برای موشک‌ها کردیم بیخود بود، همشون رو هوا زد. نه، خب واقعیت اینه که اینطور نبود و اونی که باید میفهمید فهمید و اونهایی که باید میگرفتن معنای این حمله رو گرفتن. خب اتفاق بعدی که داشتیم ما 30 اردیبهشت ما هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی خب سقوط کرد. شنیدیم سانحه فرود سخت برای رئیس جمهور، مردم دعا کنید. خب اون شرایط خاطرتون هست، شرایط ویژه‌ای بود،
حداقل ماها تجربه نکرده بودیم شرایطی رو که رئیس جمهور کشور از دنیا بره و رئیس جمهور نباشد، یعنی یه مفقود بشه رئیس جمهور. حتی اون اوایل انقلاب هم، حتی بگیم از اول انقلاب هم حساب کنیم، اونایی که سنشون بالاتره هم بازم این شرایط رو با این مختصات تجربه نکرده بودن. خب بمب منفجر شد، شهید رجایی شهید شد. این که حالا رئیس جمهور، ما یک روز رئیس جمهورمون معلوم نیست کجاست و مفقوده و تمام دستگاه‌های امدادی کشور دارن میگردن، شرایط ویژه‌ای بود، از یادمون نمیره. خب خوف و رجا هر دو با هم بود، اما در نهایت این اتفاق افتاد و آیت الله رئیسی در این سقوط شهید شد. نکته ای که هست، اولا رئیس جمهور مردمی داشتید که شما داشته سفر میکرده به قسمت‌های مختلف کشور، کف جامعه با مردم، توی شمال غرب کشور رفته صد افتتاح کنه. خب این یک وجه مثبتیه، شما رئیس جمهور این چنینی دارید. حالا من کار ندارم که باید محافظت میشد، باید دقت میشد، این موارد باید بهشون توجه بشه. این بخش تحلیل را هم ما داریم که آیا بارگیری ارضی اونجا درست انجام شده بود یا نه، چرا باید 4 تا عنصر کلیدی آیت الله آل هاشم، آقای امیر عبداللهیان، آقای شریعتی و آیت الله رئیسی توی یه هلیکوپتر باشن. آیا این بارگیری ارضی درست انجام شده بود که اینا تقسیم بشن توی هلیکوپترهای جداگانه و تو ماشین‌های جداگانه؟ اصلا هزینه کردن اینجا لازمه، نه تنها اسراف نیست که شما 10 تا اکیپ بفرستی بره اون منطقه و برگرده، 10 تا اکیپ هوایی و زمینی، بلکه اصلا لازمه که شما این سرمایه‌های کشور رو حفظ کنی. خب این وجوهش بود. اما اون چیزی که رسانه‌های غربی و داخلی معاند روش مانور میدادن این بود که نه، این نشانه ضعف بود، رئیس جمهور مرد، کشور از فرو میپاشه، الان کشور نظم نداره، کشور حساب کتاب نداره. آقای ظریف اومد مصاحبه کرد، بلافاصله گفت این هلیکوپترها فرسوده بودن، ربطش داد به تحریم و به این که ما خودمون از دنیا جدا کردیم، در نتیجه هلیکوپتر نمیتونم جدید نمیتونیم بگیریم و رئیس جمهورمون اینجوری سقوط میکنه هلیکوپترش و از دنیا میره. خب طبق معمول باز این شد دستاویزی برای اینکه ضعیف نشون داده بشه کشور، بی حساب کتاب نشون داده بشه کشور و متصل بشه به تحریم های خارجی. خب ولی ما واقعیت این بود که وزیر مردمی داشتیم، یه امام جمعه مردمی داشتیم، یه رئیس جمهور تراز داشتیم که اینا تمام تلاش خودشون رو داشتن میکردن که اتفاقات خوبی رقم بزنن در کشور، خدمت کنن به مردم. در شرایط جنگی منطقه پا میشه میره مرز کشوری که باهاش در نسبتاً تخاصم هستیم، یعنی روابطمون خوب نیست. آذربایجان مدام رجز میخوند، آذربایجان جولانگاه موساد و سرویس اطلاعاتی. خب همین شجاعت، همین خلوص و اخلاصی که این مسئولین داشتن بسیار چیز مبارکیه و جای تشکر داره. اون وجه دیگه‌اش رو که باید دستگاه امنیتی محافظت میکرد و شاید نباید اجازه میداد که این 4 تا برن تو اون برهه، نمیدونم، و حداقل نباید با هم تو یک جا میموندن، توی هلیکوپتر میموندن. بس این وجوهش رو هم ما در نظر میگیریم، اما اون حجم‌های رسانه‌ای رو هم داریم. و اینکه خب بالاخره این سقوط کرد یا ساقط شد این هلیکوپتر، یعنی این یک پروژه امنیتی بوده، یک حمله بوده یا یک اتفاق عادی بوده. خب این هر دو تا سناریو بالاخره طرفدارانی دارن. ما استناد میکنیم به بیانیه رسمی دستگاه‌های مربوطه، ستاد کل نیروهای مسلح، که گفت نه این اتفاق بوده. خب وضعیت طبیعت اونجا رو اگر کسی دیده باشه، اون جنگل‌های ارسبارانه، می‌بینه که اون حادثه پذیری بالایی داره اون منطقه. تو شرایط عادی هم اونجا یک طبیعت وحشیه، یک زمین وحشی و یک آب و هوای بسیار پرتلاطم داره. حالا چه برسه تو اون شرایط مه و اون وضعیت خاص بارندگی که تو اون ایام بود، خیلی چیز دور از باوری نیست که این حادثه باشه. از طرفی هم خب بالاخره هم رژیم وضعیتش که به هر دستاویزی چنگ مینداخت که خودش رو نجات بده، هم اون وزنی که داشتن افرادی که توی اون هلیکوپتر بودن، وزن سیاسی که داشتن اعضای حاضر در اون هلیکوپتر، این احتمال رو هم میده که بالاخره حمله بوده. منتها ما استنادمون به همون موضع رسمی حاکمیت، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح، که بررسی کرد و گفت حادثه است. اما اتفاقی که خیلی مهم بود، ثبات سیاسی بود که بعد از این اتفاق تو کشور وجود داشت. شما مقایسه کنید، یه وضعیتی هست که تو مردم ایران هر چی رو میخوان مقایسه کنن با مثلا آمریکا و اروپا مقایسه میکنن که اون جای خود، ولی شما با کشورهایی که همتراز خودتونن، مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل کویت، این کشورهای حاشیه خلیج فارس که اصلا اونا که دموکراسی ندارن، که اونا یک وضعیت ملوک الطوایفی دارن، ولی شما مقایسه کنید مثلا تو ترکیه این اتفاق بیفته که رئیس جمهور به یک باره مثلا از دنیا بره، یا تو پاکستان این اتفاق بیفته، یا چه میدونم این کشورهایی که مثل مصر، کشورهایی که وضعیت مقایسه‌ای بهتری دارن با کشور ما. ببینید چطور ثبات در اون کشورها حفظ میشه، ارتش چه نقشی داره، گروه‌های سیاسی، جریان‌های سیاسی. اما تو کشور ما با وجودی که کشور پرتلاطمیه، با وجودی که مشکلات اقتصادی و غیره دارد، مشکلات فرهنگی دارد، گسل‌های فرهنگی
فعال شده بود از سال 1401. اما میبینید که رهبر انقلاب اومدن یه سخنرانی کردن، گفتن هر چیزی سر جای خودش هست، قانون برای این روز برنامه ریزی کرده، قانون نظر داره در این جهت که اگر رئیس جمهور از دنیا رفت اختیاراتش در دست معاون اول قرار میگیره تا زمانی که توی فاصله 50-60 روزه انتخابات برگزار بشه با همکاری سایر قوا و رئیس جمهور جدید انتخاب بشه. خب ما دیدیم ثبات سیاسی کاملی در کشور وجود داشت، معاون اول اختیارات رو گرفت از طرف رهبر انقلاب و یک انتخابات زود هنگام در کشور برگزار شد، با وجودی که چند ماه قبلش 3 ماه قبلش انتخابات برگزار شده بود، انتخابات مجلس در اسفند ماه 1402. دیدیم که بلافاصله وزارت کشور، شورای نگهبان دست به دست هم دادن، یک انتخابات زود هنگامی رو برگزار کردن. همه صرف یک کارهای تکنیکی ساده مثل چاپ تعرفه خودش کار میبره و زمان بره ها و تنظیم صندوق. ولی شما فرض کنید که ثبت نام کاندیداها، بررسی صلاحیتشون، معرفیشون، اون تبلیغات انتخاباتشون، برگزاری خود انتخابات که از قضا به دور دوم رفت، یعنی دوباره اضافه شد، یعنی تو فاصله 3-4 ماه تو کشور 3 تا انتخابات برگزار شد، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری دور اول و دور دومش. خب این یک ثبات بی‌نظیری رو نشون داد در کشور، یک نظم بی‌نظیر سیاسی رو نشون داد در کشور که کشور نه تنها در یک روال عادی داره انتخابات برگزار میکنه، برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا که اصلا ادعای دموکراسی، بسیاری که ادعای دموکراسی هم ندارن، مثل این کشورهای منطقه خودمون، کشورهای جنوب خلیج فارس. بعضی هم که ادعای سیاسی هم دارن، باز به شکل ایران نیست انتخاباتشون، مدل‌های خاصی مثل انگلیس، مثل خود آمریکا که انتخاباتش الکتراله. ولی ایران به عنوان کشوری که دیگه دموکراسی رو حتی بعضن دیگه شورش رو در آورده، تا یه جایی دیگه اضافه از حدم داره به دموکراسی میپردازه، در حدی که خود کشورهای غربی ندارن. دیدیم که انتخابات برگزار شد، کاندیداها اومدن، یک فضای پرچالشی ایجاد شد، یک فضای پویایی تو انتخابات ایجاد شد، کاندیداهای مختلفی اومدن و در نتیجه انتخابات هم از قضا باز هم اتفاقی که افتاد، نامزدی رأی آورد که در تحلیل‌های عمومی زرد کوچه خیابونی و فضای مجازی این بود که نه، این گزینه مثلا نظام نیست و گزینه حاکمیت نیست. یه ویدیویی همون ایام من گذاشتم، یه مقاله‌ای بود که انستیتوی واشنگتن کار کرده بود درباره اینکه گزینه رهبری ایران و دستگاه قدرت در ایران کیه تو انتخابات. خب این صغرا کبرا رو میچید، کاندیداها رو توضیح میداد، قالیباف و جلیلی و بقیه رو توضیح میداد، در نهایت میگفت احتمالاً گزینه رهبر ایران آقای پزشکیانه مثلا، در حالی که این یه چیزی بود که توی فضای عمومی کشور تعجب انگیز بود دیگه. توی فضای داخل کشور مردم میگفتن که چی، بخشی از مردم و اون تحلیل‌های زرد که آره دیگه اینا خودشون مهندسی میکنن و این جلیلی رو میارن بالا و قالیباف رو میارن بالا و نمیدونم جلیلی گزینه نظام، قالیباف گزینه نظام، گزینه سپاه فلانیه، گزینه بسیج فلانیه. یعنی مفصلا از این حرف‌های بی پایه و اساس و تحلیل‌های به اصطلاح آبدوخیاری میشنیدیم دیگه، که هر کی میگفت بابا انتخابات فرمالیته است، انتخاب کردن از قبل، فلانی رئیس جمهور دیگه مثل قبلی‌ها. در حالی که ما دیدیم بازم مثل سال 92 که آقای روحانی اومد رو کار، 96 که آقای روحانی اومد رو کار، دوباره این بار هم آقای پزشکیانی انتخاب شد که علی‌الظاهر دورترین فرد بود به لحاظ گفتمانی به گفتمان غالب در کشور، نظام، رهبری، نمیدونم جریان‌های انقلابی، سپاه و غیره. و این باز هم نشون داد که انتخابات در کشور ما یک انتخابات بسیار واقعیه، دیگه خیلی واقعیه، یه وقتایی دیگه شورش در میاد از واقعی بودن و رأی مردم تعیین کننده است و رأی رأس حاکمیت، رهبر انقلاب هم همون یک رأییه که خودش میندازه داخل صندوق و به غیر از اون نقشی در انتخابات و انتخاب گزینه‌ها نداره. این که باز خودش یک نقطه قوتی بود، هم برگزاری انتخابات توی اون شرایط ناهنجاری که کشور درگیر جنگ منطقه درگیر جنگ، رئیس جمهور از دنیا رفته، ولی بلافاصله انتخابات برگزار شد و آقای پزشکیان روی کار اومد و نشون داد که نه، انتخابات در ایران یک پدیده واقعی هست و رأی مردمه که تعیین کننده است و سرنوشت کشور رو پیش میبره. خب بعدش ما یه حمله تروریستی عجیب غریبی داشتیم، انفجار پیجرها در لبنان رو داشتیم. خب اتفاق عجیبی بود، اتفاق بی‌نظیری بود. این وقاحت و رذل بودن رژیم صهیونیستی رو نشون داد که از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهداف خودش فروگذار نمی‌کنه، حتی مردم عادی، بچه‌ها رو مورد حمله قرار میده. خب یه حجم انبوهی از مجروحای این اتفاق وارد کشور ما شدن، نزدیک 500 نفر مریض وارد ایران شد، افرادی که به اصطلاح مولتی تروما بودن، یعنی از چند جهت آسیب دیده بودن، دست قطع شده بود، ترکش تو بدن بود، چشمان نابینا شده بود، حجم بسیار زیادی چشم تخلیه شد
هر دو چشم، یک چشم. اون فردی که یک چشمش تخلیه میشد وضعیتش بدتر بود، چون این میتونست با چشم دیگه‌اش خودشو ببینه. حالا باید برای این فرد پروتزی گذاشته میشد که ظاهرش حفظ بشه. وقتی این بچه بود، وقتی دختر بچه بود، وضعیت بیشتر حاد میشد. افرادی که دستاشون قطع شده بود، بچه، بزرگسال، خانم، آقا، اون فردی که رزمنده بود و دستش قطع شده بود، خب دیگه نمیتونست عملیات انجام بده. این مهم بود که حتی الامکان کمترین قطع شدگی اتفاق بیفته، حتی الامکان پروتزی که گذاشته میشه این فرد بتونه باهاش بعدش کنشگری داشته باشه. خب نزدیک 500 نفر از این مریض‌های بسیار خاص و حاد که اصلا سابقه نداشت، شاید بعد از جنگ در ایران سابقه نداشت همچین اتفاقی، خود جنگ هم شاید این چنینی اتفاق نیفتاده بود زمان جنگ، وارد کشور شدن، بلافاصله در یک برنامه‌ریزی دقیقی تقسیم شدن تو بیمارستان‌های مختلفی در کشور. تو خود تهران، تو مشهد، تو اصفهان چند تا بیمارستان اومدن و سانتر اینا قرار گرفتن. مجروحا رفتن جراحی شدن. حالا با اون شرایط خاص فرهنگی اینها که زبانشون رو متوجه نمی‌شدن تو بیمارستان، مترجم نیاز داشتن. بعضی از این آدمای امنیتی بودن که نیاز داشتن که ازشون محافظت بشه که دوباره اینجا مورد حمله قرار نگیرن، اون محرمانگیشون حفظ بشه تو اسکانشون. خب این اتفاق بی‌نظیری بود، یک استانداردی رو باز کشور تو حوزه بهداشت درمان تو این قضیه گذاشت. خب افرادی که زحمت کشیده بودن، هزینه داده بودن و در راه اعتقادشون وارد کشور شدن و نیاز بود که بهشون رسیدگی بشه، باز یه عده این وسط اومدن تحلیل‌های زرد که آقا ما چرا اصلا باید برای این هزینه کنیم، چرا باید خرج کنیم برای مثلا درمان اینا. خب این البته خیلی افراد اندکی بودن که این حرفا رو میزدن و عمدتاً مزدور بودن، چون هر آدم، هر کی انسان باشه میگه من باید به این انسان خدمت کنم. حالا هر کسی هست اگر سوگند پزشکی خورده باشه باید خدمت کنه. اما این که خب اون بنده خدایی که اونجا داره میجنگه داره به جای ما میجنگه. این که نیابتی نیست، اون واقعا اندیشه داره، گفتمان داره، فکر داره و ما این رو خروجیشو میدیدیم. این افرادی که میومدن توی بیمارستان ها، تو تلویزیون هم مفصل دیدید، یه سرماخوردگی، وقتی بچه یکی سرماخوردگی میگیره میره بیمارستان، پدر مادرش میان علم شنگی را میندازن، آ شما چرا به این نرسیدید، چرا سرم اینو نزدید، 2 ساعت اینجا معطلم. اما این مریضای لبنانی، کسایی که باشون درگیر بودن، بارها این رو گفتن، تو تلویزیون هم دیدید پخش شد خاطراتی که گفتن ذره ای تزلزل در این افراد نبود، تو خانواده هاشون نبود، ذره ای اعتراض نمی‌کردن، ذره ای حتی ناراحتی خودشون ابراز نمی‌کردن. تنها مطالبهشون این بود که به آقا بگید، به رهبر انقلاب بگید سرت سلامت، یه چفیه از اون بگیرید برام بیارید. خب این درس بزرگی بود برای مردم ما، برای سیستم بهداشت درمانمون که چه انسان‌های محکمی به لحاظ اعتقادی اونور دارن میجنگن و از طرف ما دارن میجنگن، از طرف این گفتمان و این اندیشه اسلام ناب دارن مبارزه میکنن در راه آزادی ملت ها و در راه عدالت. و این خودش یه درس بزرگی بود. اون کسی هم که میگفت نه نباید هزینه کنیم، که خوب اون متوجه نبود که اگر این بچهش کور شده، اگر این دستش قطع شده، اون هزینه کرده، هزینه واقعی رو اون انجام داده که بچهش از دست داده، اون انجام داده که به شما چقدر پیشنهاد بدن، به شمایی که این تحلیل رو انجام میدی به چقدر پیشنهاد بدن حاضری یه چشمت از دست بدی، 2 چشمت از دست بدی، 2 تا دستت از دست بدی و چقدر حاضری بگیری که این اتفاقا برای بچت بیفته. ولی برای اونها اتفاق افتاد در خط مقدم این جبهه، نه اینکه به نیابت از ما، در خط مقدم این جبهه اونا بودن و جنگیدن و ما اینور در پشتیبانی و ستاد اون جنگ بودیم و نیاز بود که حداقل کاری که میشد کردیم بود که اینها رو درمان کنیم و زمانی که در ایران بودن. خب حزب الله حملات متعددی انجام شد براش و در نهایت حمله منتج شد به شهید شدن شهید سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، دبیرکل حزب الله لبنان. یک انسان بزرگ، یک انسانی که واقعا از اوتاد دوران ما بود، از ستونهای این عصر و این دوره بود. شهید شدنش اتفاق بزرگی بود و در با کلاس بودن، های کلاس بودن این فرد همین بس که 85 تن بمب برای شهادتش مصرف شد و خود اسرائیل خودش گفت من 85 تن بمب سنگرشکن خرج کردم تا این فرد رو شهید کنم. خب این اوج دیگه شأن و جایگاه یک فرد رو میرسونه که چقدر مهمه و چقدر تاثیرگذاره که اون رژیم حاضره برای شهید کردنش اینقدر هزینه کنه، به غیر از اون هزینه‌های ما قبلی و پیشینی که برای بحث اشراف اطلاعاتی و این موارد داشته برای پیدا کردن جایگاه این فرد. ولی در نهایت 85 تن بمب میریزه برای شهید کردن این فرد. خب اتفاق بزرگی بود، ضایعه بزرگی بود و هدفی که دنبال کردین حمله، خب یه یأسی باز توی رسانه ها حاکم شد که ای بابا دبیرکل حزب الله هم زدن دیگه، حزب الله هم از بین رفت دیگه، ما هیچی نداریم دیگه، تموم شده این موارد. خب
خب هدفی هم که داشت رژیم از این حمله این بود که شاکله حزب الله فرو بپاشه، اعتبار حزب الله از بین بره، اون سازماندهیش از بین بره. قبل از شهید نصرالله تعداد زیادی از اون فرماندهان حزب الله زده بودن، مثل شهید فؤاد شکر و بقیه‌شون، و نفر دوم بعد از شهید نصرالله یعنی شهید شیخ صفی الدین رو هم زدن، یعنی فرد شماره 1 و 2 سیاسی و تعداد زیادی فرد 1 2 3 4 5 نظامی این مجموعه و جهادی این گروه رو، این حزب الله لبنان رو شهید کردن و هدفشون این بود که شاکله فرو بپاشه و دیگه این تشکیلات نتونه کار کنه. اما اتفاقی که افتاد این نبود و اون سیستم دقیق و سیستم عصبی که توی این حزب الله طراحی شده بود از قبل کار رو اینطوری پیش برد که حزب الله کار خودش رو انجام داد، عملیاتاش رو انجام میداد، دفاع میکرد از جنوب لبنان و اون شاکله فرو نپاشید، ضعیف شد. اتفاقات بدی بود این اتفاقاتی که افتاد. دبیرکل فعلی حزب الله لبنان هم همین موارد رو گفته، اما شاکله حفظ شد و اون هدفی که دنبال میکرد اسرائیل از این حملات به اون اهداف نرسید و حزب الله ماند و پیش رفت و همچنان هم داره پیش میره و اون گذشته اون آسیب‌هایی رو که دیده رو هم به مرور ترمیم خواهد کرد. ولی خب اون آیه یأسی که بعضن رسانه‌ها میخوندن و اون ضعیف انگاری که نشون میدادن، خب شهید حسن نصرالله اینجوری نبود که الان تصمیم بگیره بزنه 30 سال میخواد اینو شهید کنه، الان تونست. این نیست که بگیم ببینید چقدر ما به لحاظ اطلاعاتی ضعیفیم، چقدر حزب الله ضعیفه، نفوذ کردن درونش، شناسایی کردن و شهید کردن. نه این نیست، اون روزی که میتونست شهید کنه شهید میکرد. این همه زمان برد، در نهایت در اوج جنگ این فرد رو شهید کرد، فردی رو که قاعدتا یعنی با تصور ما اصلا نباید تو اون شرایط میمون تو لبنان، در وضعیتی که چپ و راست داره لبنان بمباران میشه باید فرار میکرد میومد ایران، میرفت یه جای دیگه. چطور که میگفتن دیگه، میگفتن ای بابا کی گفته شهید نصرالله اونجاست، مثل شهید سنوار که حالا جلوتر اشاره میکنم. کی میگه نصرالله اونجاست؟ نصرالله تو ایرانه، تو تهرانه، تو نقطه امنه. کی میگه اینا اونجا؟ اینا دیگران رو جلو انداختن، رزمنده ها رو تو لبنان و مردم دارن تو لبنان شهید میشن، خودشون قایم شدن. خب همه این تحلیل‌های عبدالخیاری بی پایه و اساس دوباره کنار رفت، نشون داد که شهید نصرالله در ناامن ترین شرایط تاریخ لبنان در همونجا داشته فرماندهی میکرده، نه اون بلکه جانشینش، بلکه همه فرماندهان. و این حرفای بیخودی هست و این افراد اعتقاد قلبی خودشونه و در صف مقدم این اعتقاد دارن میجنگن. خب اینها اون افتخارات این جبهه و این گفتمان شیعه و گفتمان انقلاب اسلامی رو بر قلب‌های بیدار و بر ذهن‌های بیدار مردم جهان انتقال داد و خروجش رو تو فضای رسانه‌ای می‌بینید. اما اتفاق دیگه‌ای که داشتیم این سال، خب ما روز تحلیف رئیس جمهور محترممون آقای دکتر پزشکیان حمله و شهید کردن شهید اسماعیل هنیه بود، دبیر جنبش حماس، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ایران که برای شرکت در مراسم تحلیف اومده بود. خب شهید شد. خب اتفاق خوبی نبود، اتفاق بدی بود. اینکه تو ایران شهید شد این پیام داشت، اون میتونست، اسرائیل میتونست تو یک کشور دیگه این کارو کنه، اما هدف تخریب بچه ایران بود تو جبهه مقاومت. هدف این بود که اون افراد خاصی که توی جبهه مقاومت، توی حماس و جاهای دیگه هستن و سعی میکنن از ایران فاصله بگیرن و سعی میکنن ایران رو تخریب کنن، یه پاس گل به اونا بود که بگه ببین ایران نتونست از جون این محافظت کنه و اینجا شهید شد. هدف دیگه باز درگیر کردن ایران، بیشتر باز کردن پای ایران به صورت مستقیم‌تر تو این وضعیت بود و مهمتر از هر چیز باز نشون دهنده اون استیصال و درماندگی رژیم بود که حاضر شده این ریسک بزرگ انجام بده. تحلیل های متعددی باز می اومد که این بمب بردن توی اتاقش گذاشتن، این با موشک دوش پرتاب زدن از بیرون، این مکانهایی که نظام داره تو ایران، سپاه داره تو ایران لو رفته و این نفوذی بوده، نفوذی تو اتاقش بوده یا نمیدونم از طریق گوشیش شناسایی شده. تحلیل ها متعدد بود، اما به صورت کلی همون مواردی که گفتم بود. تلاش کردن که حماس رو از ایران دور کنن و رهبر بعدی که میاد فرزند فلان فرد باشه که از ایران و گفتمان ایران دورتره و آبروی ایران رو ببرن. اما واقعیت این بود که خب جنگ بود، کشور درگیر جنگ، ضعف‌هایی بوده، قطعاً دستگاه‌های مربوطه باید رسیدگی کنن به این ضعف‌ها، ولی خب وسط یک جنگ بزرگ منطقه‌ای با یک دشمن غداری که هیچ خط قرمزی نداره این اتفاق هم میتونست بیفته. خب عده‌ای باز تلاش کردن که سیستم اطلاعاتی رو تضعیف کنن تو کشور ما که بگن سیستم اطلاعاتی ضعیف بوده، اما اون کسی که سعی کرد انتقام بگیره خود اسرائیل بود. انتقام اون طوفان الاقصی رو گرفت که کل آبرو و حیثیت دستگاه امنیتی اسرائیل رو برد این عملیات که جلوتر وقت بشه دربارش صحبت میکنیم. حیثیت اطلاعاتی و امنیتی و حفاظتی اسرائیل رو برد عملیات طوفان الاقصی و دکترین های بنیادین امنیتی اسرائیل رو فرو پاشوند این عملیات. و خب انتقامش این هستش که بیاید توی داخل ایران
و یک فرد شاخص رو داخل ایران ترور کنی که بگی ببینید ایران هم امنیت نداره. حالا بعد شما بیای مقایسه کنی با یک کشور بسیار کوچیکی مثل شبه کشور بسیار کوچیکی مثل اسرائیل، فلسطین اشغالی، که خیلی کوچیک، خیلی محدود، با وجودی که تمام سرویس‌های اطلاعاتی دنیا اونجا دارن تلاش میکنن که امنیت رو ایجاد کنن، هیچ وقت اونو نمیتونی مقایسه کنی با یک کشور وسیع و گسترده مثل ایران که از اقوام ملیت‌های مختلف هستن و تمام سرویس‌های اطلاعاتی غربی دارن تلاش میکنن توش ناامنی ایجاد کنن. یعنی دقیقاً برعکس اسرائیل. و توی اینجا یه چنین عملیاتی کردن خیلی افتخار نداره. اینکه تو از یه نوار غزه‌ای که 365 کیلومتر مربع مساحتشه متوجه نشی رزمنده‌ها وارد خاکت بشن و مردم رو و نظامیانت رو گروگان بگیرن ببرن، اون خفت نظامیه و تلاش این بود که انتقام اون گرفته بشه و مثلا با آبروی ایران بازی بشه. خب بعد از این حمله و بعد از شهادت شهید نصرالله عملیات وعده صادقه 2 اتفاق افتاد. خب اون ضعف‌های عملیات وعده صادقه 1 سعی شده بود تو این جبران بشه. 10 مهر ماه این عملیات اتفاق افتاد. باز یک شب خاصی بود، مردم بیدار بودیم، داشتیم می‌دیدیم موشک‌ها از قسمت‌های مختلف شلیک شد، بخش عمده‌ای از موشک‌ها اصابت کرد. تحلیل‌های طرف مقابل و رسانه‌های بیگانه این بود که نه، هیچ موشکی برخورد نکرد، 90% موشک‌ها رو هوا رهگیری شد، در حالی که کلیپ‌هایی که از خود مناطق منتشر شده خیلی بیشتر از اینها بوده اصابت‌هایی که اتفاق افتاد. باز هم ضعف پدافندی رژیم رو بیشتر نشون داد، چون حالا دومین بار بود، حالا اون هم ضعف‌های قبلیش رو دیده بود و تلاش کرده بود که اونها رو بپوشونه و قوتاشو تقویت کنه. حالا آمریکا بیشتر مداخله کرده بود در دفاع از سرزمین‌های اشغالی و سامانه‌های پدافندیشو تقویت کرده بود. یعنی وقتی بار دوم همون حمله مشابهی اتفاق افتاد، یعنی از همون کشور با همون موشک‌ها شلیک شد، حالا کلاس‌های موشک‌ها تغییر کرده بود اما بالاخره همون کشور با همون توان دفاعیش حمله کرد، ولی این بار اصابت‌ها بیشتر بود و این نشون داد که قدرت پدافندی اسرائیل ضعیفه و عملاً این یک پهلوان پنبه است. چیزی که از اسرائیل به عنوان یک ارتش قدرتمند جهان ترسیم شده تو رسانه‌ها، نه، این یک پهلوان پنبه‌ای بیش نبود. خب پاسخ اسرائیل یه اتفاق دیگه‌ای بود که افتاد در کشور ما که حملاتی انجام شد به نقاط مختلف، ایلام و نمیدونم تهران و سمنان و جاهای مختلف. خب بخش عمده‌ای از مردم شهرهای دیگه که تو خواب بودن که بماند، خود این مناطق هم بخش زیادی از مردم مثلا تو خواب بودن، متوجه نشدن. این نشون دهنده ثبات امنیتی کشور بود که مردم انقدر عادیه براشون. خب کلیپاشو میدیدید، اومدن رو پشت بوم دارن فیلم میگیرن، از شلیک سامانه‌های پدافندی تو تهران دارن فیلم میگیرن. خیلی تعداد زیادی از مردم مثلا تو تهران بیدار نشدن، صبح فهمیدن، صبح دیدن که بهشون زنگ زدن، پیامک زدن از شهرهای دیگه، خانواده‌ها که چی شد شما تو تهران بودید، اتفاق نیفتاد و یک وضعیت خیلی آرومی اتفاق افتاد. ضعف‌هایی بوده، ما اصلا ضعف‌ها رو انکار نمی‌کنیم. دستگاه پدافندی ضعف‌هایی داشته، باید بره بررسی کنه، اون ضعف‌هاش رو بپوشونه. البته این که پیشرفته ترین هواپیمای جهان F-35 که در اختیار اسرائیل بیاد تو رو بمباران کنه و مثلا نتونی همش رو رهگیری کنی، این خیلی اون ضعف بزرگی دیده نمیشه. گرانترین سلاح جهان F-35 که حالا البته هفته گذشته ترامپ یه هواپیمای جدید رونمایی کرد، F-63 بود چند بود که این از F-35 رفت بالاتر، ولی دیگه تا اون تاریخ، تا زمان حمله اسرائیل، گرانترین سلاح جهان F-35 بود. با اون حمله کنه به کشور تو و تو بتونی همون چند تاشم بزنی و مقابله کنی با این حمله، کار مهمی بوده و جای تقدیر داره. اما ضعف‌هایی بوده است. دستگاه پدافندی کشور باید به اون ضعف‌ها رسیدگی کنه. آسیب‌هایی وارد شد به کشور، اما اون چیزی که مهم بود و رسانه‌های غربی و تحلیل‌های زرد آبکی داخلی بهش نپرداختن، همون قوت و انسجام امنیتی کشور بود که این حمله اتفاق افتاد. در چند ساعت تموم شد. اولا که خب خیلی نقطه‌ای و محدود انجام داد اسرائیل، این خودش بازدارندگی ایران رو میرسوند که او هم میترسید، میخواست طوری جواب بدهد که جمهوری اسلامی دیگه به اون جواب نده و اون ترس و بازدارندگی کشور، بعضی‌ها میگفتن دیگه بازدارندگی نداره ایران، اما این نشون داد که نه، یک بازدارندگی داره و اون اسرائیل میترسه که بیاد اونطوری که بلوف میزد که من طوری به ایران حمله میکنم که دیگه ساختار نظامی ایران منهدم بشه و ما هیچ ترسی دیگه از ایران نداشته باشیم، یا میام سیستم اون تاسیسات اتمی ایران رو بمباران کنم. خب هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد و پهلوان پنبه اومد نقاط محدودی رو بمباران کرد و ثبات در کشور حفظ شد. مردم خیلی عادی به زندگیشون ادامه میدادن، مردم فیلم میگرفتن، مثل همین کلیپی که 2-3 روز پیش از یمن اومد که وقتی یمن داره بمباران میشه اون مرد یمنی تو مغازش نشسته و بچه‌ش رو داره نوازش میکنه. خیلی عادیه. بخشی از مردم ما خیلی عادی با این پدیده برخورد کردن و امنیت جامعه حفظ شد. خب
اتفاق دیگه ای که داشتیم ما تو اون ایام و توی سال 1403 نماز جمعه نصر بود. شرایط بسیار خاصی بر کشور حاکم بود. رژیم تهدید کرده بود که میزنه، آمریکا تهدید کرده بود که میزنه. یعنی شرایط کاملا مهیا بود برای اینکه یک دشمن بی‌مغز که کلاً کنترلش رو از دست داده بیاد و حمله کنه به شما. در اون شرایط که خب یک یأسی توی بخشی از مردم داشت حاکم میشد، رسانه‌های اونوری به شدت پمپاژ یأس و ضعف میکردن تو کشور، یه دفعه رهبر انقلاب شخص یک کشور اعلام کرد که من میام تو نماز جمعه و نه صرفا نماز جمعه، مراسم بزرگداشت شهید نصرالله و به اصطلاح ختم شهید نصرالله در ایران رو می‌خوایم بگیریم. خب این نماز جمعه افرادی که تو تهران بودن، مردم تهران خاطرشون هست و خیلی واقعا این ترس وجود داشت که اونجا بمباران بشه، مردم میترسیدن. حتی کسی که می‌خواست بره نماز جمعه بعضا با خودش فکر می‌کرد الان من برم میزنه، نه برم اب نداره، اگه زدن منم میرم، منم شهید میشم. خب در یک فضای بسیار وهم‌آلود، در یک فضای بسیار مبهم و پر از ترس این نماز جمعه برگزار شد. رهبر انقلاب اومدن مفصلا اونجا نشستن، مفصل قرآن خوندن. یعنی قبلا اینطوری نه، نماز جمعه های قبلی افرادی که شرکت میکردن میدن خیلی فوری رهبر انقلاب میومدن، خطبه رو میخوندن، نماز رو میخوندن و میرفتن. حتی بعضا نماز دوم، نماز عصر رو هم یک فرد دیگه ای اقامه میکرد. اما اینجا مفصلا ایشون اومدن نشستن. یعنی یک رجز قدرت و امید بود، یک رجز، یک رزمایش قدرت بود که اتفاق افتاد تو این اقدام رهبری. یک رزمایش قدرت و آرامش بود برای مردم که بگه هم ما قوی هستیم، آروم باشید، نگران نباشید، ما محکم ایستادیم، اون دشمن هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. اولیه‌اش هم این نبود که اون قرار نیست کاری کنه، واقعا شرایط به سمتی بود که اون کاری کنه. اما این اون قلب قوی رهبر انقلاب و اون قوت ایمان ایشون و جایگاه بلند ایشون در رهبری کشور رو نشون داد که اومدن مراسم رو گرفتن. خیلی مفصل کلیپاشو دیدید. بعد از نماز دوم هم اقامه کردن، بعد اونجا سر نماز هم باز چقدر عبادت و تبرک به خاک سیدالشهدا و این یک مانور بسیار قدرتمندی بود تو کشور که ثبات رو تقویت کرد، آرامش رو به قلب مؤمنین آورد و خوف رو در قلب دشمنان کشور تقویت کرد. این وسط ریزش معدن طبس رو داشتیم. خب تعداد زیادی کارگر اونجا از دنیا رفتن. اتفاق بدی بود. اگر ضعفی بوده توی موضوع باید به اون ضعف‌ها رسیدگی بشه، اما طبق معمول دستگاه رسانه‌ای بیگانه کارش اینه که توی کشور ایران، تو جمهوری اسلامی، از کوچکترین اتفاقی دستاویزی قرار بده برای ضعیف نشان دادن کشور و ضعیف نشان دادن مدیریت و ضعیف نشان دادن اسلام و قرآن و همه این موارد. یعنی این یک بهانه‌ای بود که نشون بده که آقا اصلا دین، حکومت دینی، حکومت اسلامی، آخونده آقا توانایی ندارن، نمیتونن. یعنی همیشه این بهانه هست دیگه. هر اتفاقی تو کشور بیفته ما این خط رسانی رو داریم که دیدید جمهوری اسلامی نتونست مدیریت کنه. خب این ریزش معدن طبس هم همین جنگ روایت ها رو دوباره شارژ کرد و خیلی اومدن پمپاژ ناامیدی در کشور. اگر شما خوب مدیریت کرده بودین اینطوری، خب ضعف هایی بوده قطعا، ولی از این حوادث حداقل امسال، حداقل سال 403 از این حوادث مفصل در دنیا اتفاق افتاد. خودتون دیدید اصلا یک فضای حتی شبه ماورایی متافیزیکی داشت ایجاد میکرد تو ذهن افراد که این حجم از هواپیمایی که داره سقوط میکنه، نمیدونم آتش سوزی که اتفاق میفته تو خود آمریکا پشت سر هم، خود همین 2-3 روز اخیر تو خود سال 1404 هم باز از این اتفاق افتاده و از این حوادث تو همه جای دنیا اتفاق میفته. هکتارها جنگل میسوزه، خونه ها ویران میشه در لس آنجلس و جاهای دیگه. اما فقط جمهوری اسلامیه که از حوادث برای ناکارآمد نشان دادن حاکمیت بیشترین استفاده رو میبرن رسانه ها و جنگ روایت ها میاد و رقم میخوره. خب اتفاق دیگه که داشتیم در این ایام شهادت شهید یحیی سنبار بود، شهادت فیلم سینمایی وار شهید سنبار که این شخصیت خودش یه فیلم سینمایی بود. یعنی خود شهید سنبار زندگیش رو اگر بیان فیلمش رو بسازن میشه یه فیلم هیچ شأن دراماتیکی نیاز نیست بهش اضافه کنن. خود این فرد رو بیان زندگیش رو بسازن میشه یک فیلم حماسی و میشه سریال ها از زندگی این فرد ساخت. داخل پرانتز بگم قوت تمدن ها رو با ساختن برج و ساختن تکنولوژی و موبایل و اینا نبینیم که این موبایل رو ساخته، مثلا این آیفون رو ساخته، چقدر تمدن قدرتمندیه، یا برج های آنچنانی رو ساخته. توی همین کشورهای حاشیه خلیج فارس برج های آنچنانی ساخته میشه، استادیوم ها توی
عربستان توی مکه که برید برج ساعت و کنار خانه خدا ساخته که اون توجه ها و چشم ها رو به خودش خیره کنه. هیچ تمدنی از این ساخت و سازاش نیست که نشون بده اون تمدن برتر و مسلطیه، چون در طول تاریخ بارها از این اتفاق افتاده. بارها تمدن مصر باستان الان هم جای سواله که اهرامو چطوری ساختن. سیستم پیچیده پزشکی مصر باستان همین الان مسئله است که چقدر پیچیده و پیشرفته بوده. روم باستان که الگوی همین آمریکا و اروپای فعلیه، در عرصه‌هایی به قدرت‌ها و قوت‌هایی رسیده بود که همین الان مسئله است. یونان همینطور و تمدن‌های باستانی دیگه. بارها اتفاق افتاده. تو ساخت و ساز هنر یک تمدن نیست. یک تمدن با ساخت و سازش نیست که بگه من تمدن برترم و برجستم. اون چیزی که مهمه صنعت نیست، استناعت است. مهمه که در یک تمدن چه افرادی استناعت شدن، چه آدم‌هایی ساخته این تمدن، این گفتمان، این اندیشه چه آدمی ساخته که حالا اون آدمه میاد میره موشکم میسازه، فضاپیما میسازه، برجم میسازه. مهم اون آدمه است. چه آدمی رو این تفکر و این ایدئولوژی چه آدمی رو تحویل جهان داد. شهید یحیی سنوار یک شخصیت عجیبی بود که مطالعهش لازمه. من توصیه میکنم حتما این شخصیت رو مطالعه کنید. تو این چند سال اخیر دیده شد این فرد و رسانه‌ای شد و شناخته شد، ولی این فرد رو مطالعه کنید. به نظرم حتما توصیه میکنم که این فرد رو مطالعه کنید. شخصیتش رو، شخصیت عجیب و پیچیده‌ای داشته این شخصیت. فردی بود که اولا بعد از اشغال فلسطین به دنیا آمد، یعنی از نسلی نیست که در زمان اشغال فلسطین بوده باشه که بگیم از اون نسل و داره مبارزه میکنه. بعد از این به دنیا آمد. خب در یک شرایط سختی بزرگ شد که بخشش رو تو کتاب خار و میخک به صورت رمان خودش داره توضیح میده. در اوج دوره جوانیش و اون گل عمرش افتاد تو زندان و 20 سال تو زندانهای رژیم صهیونیستی بود. تو زندان نرفت منفعل بشه مثل کسایی که میرن تو زندان یه خلاف کرده بود 100 تا خلاف دیگه یاد میگیره، یا میره اونجا منفعل و یک جانشین میشه. این تو زندان رفت صدها کتاب مطالعه کرد، به زبان عبری مسلط شد، نشریات اسرائیل مطالعه کرد و مسلط شد بر مبانی نظریه رژیم صهیونیستی، یهود و اسرائیل مسلط شد و جمع کرد توشه رو برای زمانی که اگر آزاد شد، چون قرار نبود آزاد بشه، یعنی امیدی به آزادی، به 4 تا حبس ابد محکوم شده بود یحیی سنوار، یعنی امیدی به آزادی نداشت، اما منفعل نموند. مبارزش رو در خود زندان انجام داد تا بعدها به صورت غیر منتظره‌ای با تعدادی از با یک اسیر اسرائیلی مبادله شد در جمعی از اسرای فلسطینی که آزاد شدن و اومد بیرون. کم کم تو حماس جایگاهش تقویت شد. قبلا گروه نجد رو تأسیس کرده بود، گروه اون سیستم اطلاعاتی حماس رو تأسیس کرده بود، ادبیات عرب خونده بود، یعنی یه آدم ادیبی بود. کتابش رو توصیه کردم، کتاب خار و میخک رو حتما مطالعه کنید. خیلی کتاب جذابیه، خیلی کتابیه که وقایع تاریخی رو داره نشون میده. شما به جای اینکه بشینید تاریخ فلسطین رو بخونید مفصل، با خوندن این کتاب خیلی از وقایع فلسطین، اشغال‌های مختلفی که شده بود، جنگایی که با عرب داشتن، وضعیت سوریه، وضعیت اردن، وضعیت لبنان رو اونجا میخونید و میفهمید. تأسیس گروه‌های مختلف، فتح، جبهه آزادی بخش فلسطین، حماس، اونجا میخونید و این موارد رو در قالب داستان متوجه میشید. خیلی کتاب مهمی. خب شهید یحیی سنوار اومد توی اون دوره دانشی و معرفتی که از دشمنش کسب کرده بود به همراه دانشی که خودش از معارف دینی و هویتی خودش داشت، اومد تبدیل شد به یکی از رهبران حماس و عملیات بسیار پیچیده طوفان الاقصی رو طراحی کرد به همراه شهید محمد ضیف که اونم باز از اعجوبه ها بود، اونم مطالعه داره که اونم ما امسال از دستش دادیم. شهید ضیف رو، اسمش ضیف بود برای اینکه میگفتن یه شب بیشتر یه جا نمیمونه. 30 سال بود اسرائیل دنبالش بود که ترور کنه. خب این دو تا اومدن عملیات بسیار پیچیده اطلاعاتی و امنیتی رو رقم زدن. اسرائیل، اینو دقت کنیم، نوار غزه 365 کیلومتر مربع مساحتشه، یعنی به اندازه یه شهرستان کوچیک در ایرانه، یعنی به اندازه شهر مشهد 400 کیلومتر مربع. شهر مشهد 400 کیلومتر مربع، تقریبا غزه از شهر مشهد هم کوچیک‌تره. حالا فرض کنید به من و شما، یه آدم عادی هم بگن بیا برو یه نفر رو پیدا کن تو این مساحت کوچیک، تو یه ماه، 2 ماه، 3 ماه ما میریم پیدا میکنیم. دونه دونه دیگه شده در خونه ها رو میزنی میری پیدا میکنی فردا دیگه. اما توی یک مساحت بسیار کوچیک 300 کیلومتری به اندازه یه شهر ایران، تمام سرویس های اطلاعاتی دنیا، اروپا و آمریکا و خود اسرائیل گشتن تا شهید سنوار رو پیدا کنن و شهید کنن و 1 سال و 1 ماه نتونستن.
13 ماه دنبال این فرد به صورت خاص، از قبلش هم از چند سال قبل هم دنبال شهید سنوار بودن که ترورش کنن. خب تو این پیجای اسرائیل مدام میدیدید که هی میذاشت عکس شهید سنوار رو که بالاخره پیدات میکنیم، اون دیوار نویسیایی که عکسش رو با تحقیر میکردن شهید سنوار، عکسش رو با موش میذاشتن که ما تو رو بالاخره پیدا میکنیم و میکشیمت. 13 ماه پیچیده ترین دستگاه‌های اطلاعاتی جهان با بهره‌گیری از ماهواره‌ها، بهره‌گیری از سیستم‌های جاسوسی که داخلش داشتن، شنود، سیگنالینگ، همه این موارد و تکنولوژی‌ها دنبال این فرد گشتن و نتونستن پیداش کنن بکشنش. در نهایت کور شهید شد. یعنی توی یک حمله کوری که از برنامه‌ریزی نشده بود زدن و بعداً رفتن بررسی کردن. یادتونه چند ساعت زمان برد که بررسی کنن دی ان ای فرد رو و تایید بشه که این شهید سنوار بود. خب این ضعف پوشالی بودن و تار عنکبوت بودن اسرائیل رو نشون میداد. همون عملیات، هم پیدا کردن این فرد، هم پیدا کردن شهید ضیف که اونم بازم ناخواسته تونستن پیداش کنن و شهیدش کنن. و بخشی باز از تحلیل‌های آبکی رو کنار گذاشت که یه عده‌ای میگفتن اول که اصلا طوفان الاقصی کار خود اسرائیل بوده، این کار انجام داده که به بهونه این بیاد کار غزه و فلسطین رو یکسره کنه. خب نشون داده شد که اصلا همچین چیزی نبوده. پدری از اسرائیل در اومد که هیچ وقت قابل جبران نیست. یه عده میگفتن نه، عناصر نفوذی داخلیش یعنی همین شهید سنوار بودن. شهید سنوار نفوذی اسرائیل بوده که این عملیات رو کلید زده برای اینکه پاس گل بده به اسرائیل تا غزه رو نابود کنه. و بعدها میگفتن اصلا سنوار خودش اونجا نیست، سنوار فرار کرده رفته، یا تو کرانه باختریه، یا تو قطر، یا تو ایران. این حرفایی که مفصل، یعنی تو تاکسی میشستی از این حرفا میزدن که آره این سنوار یه عملیات رو انداخت، این همه آدمو به کشتن داد، خودش هم فرار کرده. یا میگفتن تو تونلا مخفی شده و از تونل بیرون نمیاد. چقدر سر این مسائل دیدید تحلیل ها می اومد، پیجای اسرائیلی و پیجای اسرائیلیای داخل ایران میذاشتن که بله این خودش قایم شده مردم بکشتن. داد نشون داد که نه، این توی داشت مبارزه میکرد، کف زمین مبارزه میکرد و در آخرین لحظه‌ش هم با اون کلیپی که پهپاد اسرائیلی گرفت، یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ اسرائیل انتشار اون کلیپ بود که پهپاد گرفت، اون فیلم سینمایی پایان عمر شهید سنوار. مثل اشتباه بزرگیشون که شهید سنوار رو اصلا آزاد کردن و تبادلش کردن که الان هر روز دارن به خودشون لعنت میفرستن که این فرد رو آزاد کردن و اون کلیپ رو منتشر کردن. و این حماسه این فرد اومد و جهانی شد که نه، داشته کف میدون مبارزه میکرده، میجنگیده. و مستندی هم که شبکه الجزیره درست کرد، ما خفا اعظم، که اون مستند هم حتما ببینید، که نشون داد که چجوری شهید سنوار تو کف زمین با یه پتو روی سرش داشته جنگ رو مدیریت میکرده و تدبیر میکرده و کار میرفته جلو. و خب این شخص عملیاتی که انجام داد و زندگی نامه این شخص هم باز از نکات مهم این سال بود که باید بهش توجه بشه. قضیه طوفان الاقصی رو گفتم و اتفاقی که افتاد توی این سال سقوط سوریه بود. خب اخبار شنیدیم که تروریست‌ها از ادلب راه افتادن و دونه دونه شهرهای سوریه سقوط کرد و در نهایت دمشق سقوط کرد. اولا برای شناخت سوریه کتابی رو توصیه میکنم، کتاب صلحی که همه صلح‌ها را به باد داد. این کتاب رو حتما پیشنهاد میکنم مطالعه کنید که شأن و جایگاه سوریه رو ببینید که چه جایگاهی. این کتاب 20 سال پیش نوشته شده، مربوط به جنگ جهانی اول، فروپاشی عثمانی هست که کشورهایی مثل سوریه و اردن و فلسطین اون موقع شکل گرفتن. کتابو خب ایرانی ننوشته، خارجی نوشته، آقای افشار ترجمهش کرده. حتما این کتاب بخونید که ببینید سوریه، این 4 تا شهر کلیدی سوریه، حمص و حما و حلب و دمشق، از 100 سال قبل، 100 و خورده سال قبل زمان جنگ جهانی اول روشون جنگ بوده بین فرانسه و انگلیس و اعراب حجاز. جنگ داشتن که کی بر سوریه مسلط بشه و اختیار این 4 تا شهر رو به دست بگیره. این کتاب حتما بخونید. خب اتفاقی که افتاد اومد و دمشق سقوط کرد، تحلیل ها شروع شد، تحلیل های آبکی آبدوختیاری شروع شد که این همه ایران هزینه کرد تو سوریه، آخرش چی شد؟ این همه شهید مدافع حرم رفت، آخرش چی شد؟ خب این تحلیل انقدر بچگانه است ولی مجبوریم پاسخ بدیم بهشون دیگه. خب شما میای یه پروژه کلان رو میبینی، پروژه کلان تحت عنوان جنگ مذهبی 30 ساله که تمام سیاستمدارای آمریکایی و غربی به این اشاره کردن، پروندهش تو اینترنت هست، تو باشگاه استراتژیست های جوان میتونید سرچ کنید، پرونده جنگ مذهبی 30 ساله رو که اندیشکده یقین کار کرده رو برید مطالعه کنید، ببینید چه افرادی رسما گفتن ما داریم این جنگ مذهبی 30 ساله رو توی پروژه سوریه شروع کردیم و رقم میزنیم. جنگ مذهبی 30 ساله چی بود؟ فرصت نیست مفصل بگم، بخونید. توی اروپا بعد از رنسانس پروتستان ها و کاتولیک ها با هم به جون هم افتادن، 2 تا فرقه اصلی مسیحیت، و 30 سال اینا از همدیگر کشتار کردن. بعد از 30 سال مردم اروپا
با اون عقبه‌ای که توی مسائل مختلف فرهنگی تو رنسانس و این اتفاق افتاده بود، در نهایت از هر دوتای اینها زده شدن و دین در اروپا افت کرد و مردم گفتن آقا نخواستیم، اگر دین اینقدر آدم میخواد بکشه ما اصلا دین نخواستیم، چه کاتولیک چه پروتستان. حالا علنا میگفتن همین پروژه داره درباره مسلمان ها و اسلام شروع کردیم به رقم میخوره که شیعه و سنی، حالا شیعه ایران نمایندگی شیعه رو بر عهده داره، سنی ها هم وهابی ها و تروریست های تکفیری، اینا بیفتن به جون هم، از هم بکشن تو سوریه و عراق و بعدش ایران، که دیگه مردم اصلا کلا از دین زده بشن و یک بار برای همیشه ما مشکل این غرب آسیا که دین اسلام رو راحت بشیم از دستش و کنار بره. اما با مدیریتی که اتفاق افتاد توی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، شهید قاسم سلیمانی و سایر شهدای مقاومت، شهید ابو مهدی و غیره، خب جلوی این پروژه گرفته شد. پروژه‌ای که قرار بود 30 سال پیش بره و اون هدف رو محقق کنه در چند سال مدیریت شد و جمع شد و داعش از عراق برگشت، از سوریه برگشت و گروه‌های مختلف تروریستی از بین رفتن و اون هدف محقق نشد. حالا میگن چرا ایران هزینه کرد و شهدای مدافع حرم رفتن شهید شدن؟ برای اینکه تو 10 سال کشورت امن باشه. یعنی از سال 89 و 90 این پروژه شروع شد تا 1403 هیچ اتفاقی رو میگن نیافتاده، پولمون هدر رفته، خونها هدر رفته. 1403 سوریه به دست یکی از این گروه‌ها که حالا تازه الان مثلا یه ظاهر مثلا دموکراتیکی به خودش داده بود افتاد. خب فایدهش چی بوده؟ فایدهش این بوده که تو توی همدان و ایلام و تهران ناموست به کنیزی نرفت و سر خودتو نبریدن. پروژه این بود سوریه، عراق، ایران این اتفاق بیفته. انقلاب اسلامی جلوی این پروژه رو گرفت. یه بازی در یک بازی سیاسی و نظامی بالا پایین وجود داره. شما یه عملیات رو موفق میشی، یه عملیات رو موفق نمیشی. تو 13 سال به نفع تو پیش رفت. اتفاقی که باید میافتاد نیفتاد. ساختار سیاسی سوریه فرو نپاشید، عراق سقوط نکرد و جنگ به داخل ایران کشیده نشد. فایده این پولی که خرج شده، حالا چقدر پول خرج شده؟ به فرض هر پولی که خرج شده، فایده اون پول این بوده، فایده خونهای شهدای مدافع حرم این بوده که کشور تو امن مونده، عراق امن مونده، داعش از عراق برگشت، اونم اون گروه‌های تروریستی که با خودشون جنگ و جدل داشتن، خودشون از پس خودشون بر نمی اومدن. مستند سوریه پرونده یک بحران رو توصیه می‌کنم حتما ببینید. سایت شبکه مستندم گذاشته 7 قسمت، حتما این رو ببینید. سوریه پرونده یک بحران، 0 تا 100 وقایع سوریه تا سال 97 98 رو این مستند نشون میده که این گروه‌ها، این جبهه نصره و داعش و اون احرار الشام و این گروه‌های تروریستی تکفیری چطور شکل گرفتن، بعدن چطور داعش اومد به اینا مسلط شد و شمال عراق رو هم گرفت، کامل توضیح میده. این پروژه عظیم جنگ مذهبی 30 ساله که هدفش نابودی دین بود، هدفش از بین بردن حکومت عراق و سوریه و بعدش ایران و لبنان بود، همه اینا جلوش گرفته شد و امنیت و ثبات در منطقه حفظ شد. 13 سال بعد به دلیل ضعف خود حکومت بشار اسد و ضعف فرهنگی و اقتصادی که تو این کشور بود و شاید حالا یک ضعفایی هم مربوط به کشور ما باشه که اونجا فرهنگ سازی و کار تشکیلاتی دقیق انجام نشده بود، این کسی این ضعفا رو انکار نمیکنه، اما در کنار همه اینها حالا حکومت بشار اسد سقوط کرد، بیان میگن که نه، تمام این پیروزی ها و تمام این منافعی که از این قبل این جریان به دست اومده رو بذارن کنار و بگن این پولا بیخود بود. حالا ترامپ اومد گفت 7 تریلیون دلار ما خرج کردیم، میوهشو ایران چید. بعد الان یه عده داخل ایران بیان میگن که نه، ببینید سوریه سقوط کرد، نشون داد که این پولا حیف شده، این آدم‌ها حیف شده. نه، بس اینا تحلیل‌های آبدوخیاریه و گفتیم نتایج جنگ سوریه و نتایج تلاش خونهای شهدای مدافع حرم و امثال شهید سلیمانی این پیروزی در اون نبرد بود و در اون مرحله بود و ناکارآمدسازی جنگ مذهبی 30 ساله و امن ماندن ایران و عراق و لبنان و خود سوریه بود در این 13 سال و بالاخره این بازی بالا پایین داره. ضعف حکومت سوریه بود و این اتفاق افتاد، اتفاق بعدی هم هست و انشالله که جبران میشه. این وسط این وقایع و اینا که خب قیمت طلا رفت بالا، قیمت ارز رفت بالا و مشکلات اقتصادی پیش اومد در کشور ما و در کل حالا وقایع دیگه هم بود، ترورهایی بود تو بلوچستان، حملات تروریستی داشتیم مدام برای اینکه کشور ناامن‌سازی بشه، چالش‌های فرهنگی مدام داشتیم، از چالش‌هایی که میشنیدید یه دختری خودش رو برهنه میکرد، فیلمش گرفته میشد. یعنی این سال از چپ و راست چالش بود که هم به کشور ما هم در عرصه بین‌المللی اتفاق میافتاد. این وسط طلا گرون شد، دلار گرون شد، اما دیدیم که توی سخنرانی
1 فروردین 1404 رهبر انقلاب فرمودن که سال پرفراز و نشیبی رو داشتیم، اما سرمایه معنوی مردم ایران تقویت شد. خب سرمایه معنوی چی بود؟ کجا تقویت شد؟ یه بخشیشو صحبتام اشاره کردم در خلال بحث، اون بیداری جهانی که رقم خورد، بیداری که در مردم خودمون رقم خورد و همدلی که رقم خورد. اما یه نمونهش همین پویش ایران همدل بود، یه پویشی که شاید اصلا بعضیا به گوششون هم نخورده باشه، یعنی انقدر تبلیغاتش ضعیف بود اصلا ممکنه بعضیا نشنیده باشن. پویشی شکل گرفت در کشور که مردم بیان پول یا طلای خودشون رو تقدیم کنن برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مردم مظلوم لبنان. خب انتظار این بود که حالا یه چند میلیاردی پول جمع بشه و یه کمکی بشه. اما اتفاقی که افتاد خارق العاده بود، حیرت انگیز بود. یعنی خود کسانی که این جنبش رو راه انداخته بودن، من از خودشون هم شنیدم که اصلا باورپذیر نبود این استقبال گسترده مردم، این حجم از طلایی که جمع آوری شد برای مردم مظلوم منطقه، با وجودی که تو خود کشور ما تاجر طلا سکته میکرد میمرد از ترس. ما از استرس طلا، یعنی ما در وضعیتی که بخشی از جامعه سوداگر ماتریالیست مرکانتیلیست شدن، بخشی از جامعه که فقط دنبال این که دلار چند شد، در همین کشور و در همین زمان، نه دوران دفاع مقدس، نه 40 سال پیش، در همین دوره ما مردمی رو دیدیم که به شکل انبوهی آوردن هست و نیست خودشونو. یعنی ما چقدر علنگوی برش خورده تقدیم شده بود توی این پویش ایران همدل، علنگویی که قیچی شده، یعنی علنگویی که از بچگی مثلا هدیه داده شده به این دختر بچه و حالا که بزرگ شده دیگه علنگو از دستش در نمیاد، بردن برشش زدن. چه حجمی از پلاک‌های کوچیک تقدیم شده بود، پلاک و گوشواره کوچیک. یعنی یه خانواده‌ای که حد اون برخورداریش این بوده که یه دونه پلاک کوچیک بخره و بندازه مثلا گردن بچهش، حالا آورده اون پلاکو تقدیم میکنه. در کنار این سرویس‌های عظیم طلایی که آوردن دادن، سرویس‌های نسلی، یعنی از طرف از میراث دوره قاجار، شاهزاده قاجاری بود، از میراثش مونده بود لباس زرهی. یعنی اینها عکساش هست، نمایشگاهی گذاشته شد برای اینکه اینها حداقل بخشی از نخبگان جامعه و مسئولین کشور رو بردن، اینا رو دیدن، اون افراد، اون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان جامعه رو بردن تو این نمایشگاه ایران همدل که ببینن که چه اتفاقی افتاد. این نمایشگاه عمومی نبود ولی اون افرادی که باید می‌دیدن رو بردن دیدن که طرف یه لباس عظیم طلا و جواهری که از سالها قبل بهش رسیده بود آورد تقدیم کرد. خیلی هاشون هم مثلا اون وجه مثلا حزب اللهی و انقلابی به اصطلاح نداشتن. یعنی اون کسی که داشت تحویل میگرفت تعجب می‌کرد، میگفت مطمئنی اینجا مثلا کمپین لبنانه، برای لبنان داریم میبریم، ما سلطنت طلبا نیستن اینجا. اونم میگفت باشه مشکلی، من دارم به اون مردم خدمت میکنم. مثلا رهبر انقلاب آقای خامنه‌ای گفته که حمایت کنید از اون مردم، منم اینو داشتم میخوام چیکار کنم، من تقدیم میکنم به اونا، اون دنیا آخرت دستم بگیره. حجم زیادی از این طلاها اومد. این مسکن هایی که اهدا شد، طرف خونه مسکن مهرش، یعنی از کل زندگیش یه مسکن مهر داشت، اونو آورده بود تقدیم کرد. و این وسط یه اتفاقای جالبی هم افتاده بود. این خیری اومده بود دیده بود که یکی اومده مسکن مهرش رو داده، یه زوج جوانی یه آپارتمان داشتن دادن، اومده بود اون آپارتمان خریده بود از پویش ایران همدل، دوباره داده بود به اون افراد، گفته بود حالا تو آوردی اینو در راه خدا تقدیم کردی، من پول دارم اینو میخرم برمیگردونم به خودت. کیس داشتیم اون طرف دوباره خونه رو تقدیم کرده بود، یعنی یه بار که خونه رو داده بود، یه خیری خریده بود داده بود به این، پس داده بود بهش، دوباره تقدیم کرده بود. و اتفاقای عظیمی، این اهداهای دانش آموزی که از 20000 تومان تا 200000 تومان یه بخشی از پویش ایران همدل بود، یه دفعه 50 میلیارد پول جمع شده بود از همین 20 تا 200000 تومانی که دانش آموزا اهدا کرده بودن. بنابراین این ایران همدل و امثال این، اون آگاهیایی که اتفاق افتاد، اون نماز جمعه‌ای که مردم اومدن، اون فضای رسانه‌ای که ایجاد شد، اون همدلی، اون امید، اون ایمان، اون اعتقاد، اون بیداری جهانی که در رابطه با فلسطین و لبنان اتفاق افتاد، یعنی حتی اون ذهن‌های خواب‌آلودی هم که نمی‌خواستن بپذیرن، دیدن که اسرائیل چطور بیمارستان‌ها رو با خاک یکسان می‌کنه، دیدن که چطور خیمه‌ها رو آتش می‌زنه، دیدن که چطور دست‌ها و چشم‌ها رو کور کرد و قطع کرد دست‌ها رو و مردم مظلوم و بچه‌ها رو بهشون آسیب زد. این اون سرمایه معنوی بود که در کشور رقم خورد در سالی که رئیس جمهور از دست دادن، در سالی که رهبران جبهه مقاومت از دست رفتن، در سالی که برق قطع میشد مدام، در سالی که دلار روز به روز میرفت بالا و داره میره بالا، طلا روز به روز داره میره بالا. همین مردم در همین زمان می آورد طلای خودش رو تقدیم میکرد به خاطر یک فرد دیگری. در همین زمان پیاده روی اربعین با اون عظمت برگزار شد، پیاده روی که احتمال هر حمله‌ای توش وجود داشت و اون مانور عظیم
ایمان که تو اربعین اتفاق افتاد که اون موکبداری که میرفت اونجا موکب میزد و پولی که خرج میکرد یا پولی که میداد به افراد دیگه که تو اون موکب خرج کنه، خب اون پولو میتونه تو زندگی شخصی خودش خرج کنه و بزنه به قول مشکلات خودش و مشکلات زندگی خودش. اما این اتفاق افتاد و سال رو سال پرچالشی به سال پرچالشی تبدیل کرد که به یادها میمونه، ریمارکبل، به یادماندنی بود امسال، هم به لحاظ مشکلاتش، هم به لحاظ اون سرمایه معنوی عظیمی که شکل گرفت در سال 1403 و تاریخی و ماندگار شد. این تحلیل ها مهمه که ما از چه منبعی تحلیل ها رو ببینیم، از چه منظری وقایع رو ببینیم. تو موضوعات مختلف دیدید اشاره کردم، تحلیل های آبکی کف خیابونی و تحلیل که همشون البته ریشه بیرونی دارن، از رسانه های بیرونی دارن ترویج میشن، تولید میشن و پمپاژ میشن. مهمه که ما تحلیل هامون رو از مسیر درست بگیریم، خودمون فکر کنیم، یه ذره این فکر رو به کار بندازیم. وقتی این اتفاقو داریم میبینیم، وقتی این موارد رو داریم، یه ذره خودمون رو به فکر بندازیم که آقا الان سوریه سقوط کرد، چه ربطی داره به اینکه خون مدافعای حرم هدر رفت؟ الان شهید سنبار بر چه اساسی میگی تو نفوذیه؟ و موارد دیگه‌ای که من اشاره کردم تو وقایع. امیدواریم که سال پیش رو سال گشایش باشه، سالی باشه که حق در جهان پیروز بشه، عدالت در جهان پیروز بشه. این شهدای بزرگی رو که از دست دادیم، این راز 63، این راز 63 که من اوایل خودم نمیخواستم باورش کنم، اما بعداً دیدم مثل که نه، واقعا یه چیزی پشتش هست. این افرادی که پشت سر هم شهید شدن عمدتاً 63 ساله بودن، عمدتاً از شهید سنبار، آیت الله رئیسی و بقیه‌شون و شهید سلیمانی و غیره، که خب این شاید واقعا رازی پشتش هست. درود میفرستیم به روح بلند این شهدا و دعا میکنیم که سال 404 سال گشایش ها و موفقیت ها و پیروزی ها برای جبهه حق و عدالت باشه. ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.